که تو آرام شد خند بزنه ای بوتی ابرو کمان این دل دیوانه به تو رام شد چشمی من و چشمی تو بیدار بود شب شبی ارمان شکنی دار عاشق دل داده شیدا تویی در غزل سبز نگاهی سهم مصرعی ارزنده و بالا تویی چشمی من و چشمی تو بیدار بود شب شبی ارمان شکنی دار شام بود و اختر بسیار بود قلبی من در طلب یار بود مردم دنیا همه خواب و ولی چشمی من و چشمی تو بیدار بود چشمی من و چشمی تو بیدار بود شب شبی ارمان شکنی دار چشمی من و چشمی تو بیدار بود شب شبی ارمان شکنی دار چشمی من و چشمی تو بیدار. خب دوستان ادامه برنامه فرهنگ فراغت ما و شماست. سرودهایی که از جانب شما درخواست می شود پخش می کنیم. سرودهایی هستند که سرودهایی باشند که دلنشین باشند، سرودهایی باشند که از شنیدنشان لذت بریم، سرودهایی باشند که فراغتمون بیشتر گردد عزیزان. خب هر درخواستی که از جانب شما می شود دوستان من برآورده خواهم ساخت در ادامه برنامه. برای همین فرصت را غنیمت بدانید و ما را همراهی کنید. خب در اینجا عبدجان رحمانویچ ابلوقلوف نویسنده است. سلام علیکم. نمیدونم شعر مادر گفته است. خب حتما پخش میکنیم. علیکم سلام. خب مایره شفیع و شنونده دومی ما نویسنده است. سلام علیکم دوستکان مهربان. سمانجاری شیرین سخن گفته است و کارمندان رادیو ماجر. علیکم سلام. خسته نباشید مایره بانو از آنی که ما را میشنوید. جهانی سپاسی من با شما. خب محسن ذکرالله گفته است خوب میشد یک سرود از صبحانی سعید میشنویدیم. قبول شنوندگان عزیز آن درخواستی که از جانب شما می شود حتما ما بررسیش میکنیم. خب من از شادروان صبحانی سعید یک سرود آماده کردم. الکی از کارگردان خواهش میکنم که سرود را آماده کند. من خواستم از صبحانی سعید یک سرود مادر را پخش کنیم چون که اینجا نیست. آبی جان یک شنونده دیگر در کامنت فیسبوک نویسنده است که خب سرود مادر شعر مادر گفته است و محسن ذکرالله نیز گفته است از صبحانی سعید و فکر میکنم که اگر از صبحانی سعید سرود مادر را پخش کنیم بسیار خوب می شود. بسیار با مورد است. سرود مادر رو نیز بسیار خوب سرایده است. از کارگردان خواهش میکنم اگر سرود آماده باشد سرود را پخش میکنیم یک جا میشنویم عزیزان. احترام کلان ما احترامی به اندازه ما بهر مادران فراموش نمیکنیم. اگر که در نزد مادران هستید بگویید که مادر جان من تو را دوست می‌دارم. اگر دور هستید گوشی را بگیرید زنگ بزنید و حتما که برسانید مادر جان من تو را دوست می‌دارم. دل مادر را شاد میکنید. جهانی سپاس میگویند با شما دست دعا میبردارند و برکت زندگی را نصیبتان دعا میکنند. دوستان من سرود مادر را در اجرای صبحانی سعید میشنویم. جوان مرگ رفتی تو افسوس افسوس جوان مرگ رفتی تو افسوس افسوس سراغت میکنم مثلی قلنده آیا مادر تو را من هر شب و روز آیا مادر تو را من هر شب و روز
ولی حیفا دره غاباس نایی زیما دورو باید عمر جدایی زیما دورو باید عمر جدایی باید آورده شب ها الله هایت باید آورده شب ها الله هایت تو را می جویم مادر کجایی تو را می جویم مادر کجایی نوشته پاره ای شعری جگر خون بر روی مرقدت آن را گذارمه بی خواب آسودم در مادری جانه من شب زنده داری این مزارم که من شب زنده داری این مزارم که من شب زنده داری این مزارم بیکوشم تا که روحت شاد سازم به نامت شعری خود ایجاد سازم جهانی به بها بودی برایم تو را در هر نفس من یاد سازم تو را در هر نفس من یاد سازم ولی حیفا دریغا باز نآیی زیما دورو باید عمر جدایی باید آورده شب ها الله هایت باید آورده شب ها الله هایت تو را می جویم مادر کجایی تو را می جویم مادر کجایی مادر 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 مادر
خب عزیزان دل، در اینجا سرودهای درخواستی رو پخش میکنیم و آن چیزی که از جانب شما درخواست میشود برآورده میسازیم. دوستان من، ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو و شماست. فراموش نکنید ما رو همراهی کنید. ساعت در مسکو 14:21 امروز 13 ینور 2020 است. روز دوشنبه است. در اصل میگن که روز دوشنبه کمی مشکل روز است، روز مشکل است، لیکن فکر نمیکنم که روز مشکل باشد، چون که 2 روز استراحت کردید، 2 روز به ما بودید. من مشتاق دیدار و مشتاق انمون شنونده های عزیز خود شدم. دوستان من، اینجا استودیوی مرکزی رادیوی موجیر است. رادیو است که همصدای قلب شماست عزیزان. فراموش نکنید. خب ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو شماست. سرودها رو درخواست کنید. اون چیزی که به طبع دل شماست دوستان من، اون چیزی که شما میخواهید ما برآورده میسازیم. پیام دارید، درود دارید، سلام دارید، شاد باشید دارید. مرحمت. تلفن های ما در استودیوی مرکزی فعال هستند. 8965 151 0410 8967 111 56 46. مستقیما زنگ بزنید یا اینکه SMS پیامک خود را بفرستید در مسنجر های وایبر، واتساپ، ایمو و ما حتما که پیام های شما را مطالعه میکنیم، درخواست شما را برآورده میسازیم. دوستان دل، خب شنوندگان عزیز ما فعال شده ایستادند. امروز روز دوشنبه است. فراموش نکنید آغاز هفته است. سرودهای بدیل نزدیک، سرودهای شوخ، دلارا، جذاب، رقصی رو پخش میکنیم که تو یک برقصید و بچرخید و همون که میگویند که روز دوشنبه روز وزنین است، نه، یک روز پر از مهر و محبتش میگردونیم. خب دوستان من، در اینجا SMS پیامک آمده است در ما در واتساپ. 1489 گفته است سرود خیام خیال بکف و مدینه اقنظر را شنیدن میخواهم امروز گفته است. امروز حتما همین وقت و ساعت پخش میکنیم سرود رو دوستان من. خب اینجا من از کارگردان خواهش میکنم سرود خیام خیال بکف و مدینه اقنظر و دویتی که خواندند همون را آماده کند و چند لحظه میخوام درباره همین بخش امروزه صحبت کنم. دوستان من، ما در برنامه فرهنگی فراغتی مو شومو بخش‌های تبریکاتی داریم، سرودهای درخواستی داریم و از همه مهم همچنین بخشی است که نفران زیاد پزمانش میشوند. این بخش سوال و جواب است. فراموش نکنید چون همیشگی در بخش سوال و جواب مکافات پولی هست. مکافات پولی که هر روزه به غالبان بخش تقدیم می‌گردد. خب قاعده های بخش با کمی بعدتر صحبت میکنیم. با اشاره کارگردان سرود آماده است، پخش میکنند. یک جا میشنویم خیام خیال بکف و مدینه اقنظر را. سیاه چشمک دل افکارم تو کردی، با درد دل گرفتارم تو کردی. ز تو مختم رسم جدایی، جفاکار و دل آزارم تو کردی. مرا دل خون کردی، مست و مفتون کردی. مرا دل خون کردی، مست و مفتون. از درت بیرون کردی، خیر نبینی. دل مرا خون کردی، خیر نبینی. از درت بیرون کردی، خیر نبینی. دل مرا خون کردی، خیر نبینی. وعده کردی شام کن، جلوه کن، جبام کن. دایم فکر خام کن، میشه پشیمان. آمار بدنام کن، میشه پشیمان. مثالی من دیگر دل بر نیابی، چون یاری پری پیکر نیابی. بیابی همدم و
کی مرغ دل از غم بمیره پالو نشینی تو ره خدای بگیره تا کی مرغ دل از غم بمیره پالو نشینی تو ره خدای بگیره مرا دل خون کردی مست و مفتون کردی مرا دل خون کردی مست و مفتون کردی تو زیبایی با مانند ترانه شرار در نگاه عاشقانه ندارم غم برار در کنارم توی تنها با من یار یگانه وعده کردی شام کن جلوه کن جبا کن داری فکر خام کن میشه پشیمان آمال بدنام کن میشه پشیمان دایم فکر خام کن میشه پشیمان جلوه کن جبام کن میشه پشیمان وعده کردی شام کن میشه پشیمان شنوندگان عزیز، خب ادامه برنامه فرهنگی فراغتی دوست داشتنی مو شماست. عزیزان، ساعت در مسکو 14:27 است. روی درخواستی رو پخش داریم. در اینجا خب مهیره شفیع و نویسنده است. امروز عید بوده است، سال نو کهنه مبارک گفته است. همین تاریخ همین نمیدانم برای چی سال نو کهنه میگویند گفته است. راستی من نیز در این باره معلومات دارم. اگر نفر معلومات دارد میتواند زنگ بزند، خب برای ما یادرس شود، خاطر رسان کند. از ندانستن دانستن خوب است گفتند. به هر حال ما نیز یک چیزی رو میآموزیم. ایدی کهنه بوده است گفته است، سال نو کهنه مبارک گفته است. نمیدانم، راستی این تاریخ رو عموما نمیدانم، تاریخ این عید رو هیچ معلوماتی ندارم. خب جمال استموف نویسنده است. یک سرود از افضل شاه شادیف میشد. سرود از افضل شاه شادیف حتما پخش میکنیم. عزیزان دل، خب نفرانی که دیگری که صدای مرا میشنوید دوستان روی موج رادیو موجیر، همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، حداکلاسنیک، یوتیوب، طریق نواری آنلاین مستقیما تماشا دارید دوستان. خب فراموش نکنید تلفن های ما فعال هستند. 8967 111 56 46 8965 151 04 10 میتوانید زنگ بزنید مستقیما. خواهش دارید، گفتنی دارید، پیشنهاد دارید، تبریکاتی دارید، خب درود و پیامی دارید به نزدیکان و پیوندان خود در این روز دوشنبه، در این آغاز هفته میتوانید که طریق برنامه فرهنگی فراغتی مستقیم مو شما برسانید از روی موج رادیو موجر. رادیو موجر در حقیقت پیوندگر دل هاست. در حقیقت در مسئله اونه که شنوندگان عزیز که چگونه میتوانید رادیو رو گوش کنید، من بار دیگر خاطر رسان میکنم که خب امروز چی گویم، زمان پیشرفت است، علم و تکنولوژی دیگر و دیگر پیشروی ها. از همین خاطر کلی رادیوهایی که موجود هستند با طریق رادیو آنلاین پیوستگیان، رادیو آنلاین اینترنتی و ما نیز چی گویم عقب نماندیم، نمون با رادیو آنلاین اینترنتی پیوست کردیدیم. پلی مارکتی تلفن می‌دارید عزیزان. زمینه رادیو مهاجر رو با حرفای نمون کریلی، یعنی که خودمون که چگونه که می‌نویسیم با نمون حرفا رادیو مهاجر می‌نویسید، زمینه‌اش پیدا می‌شود، در خاطره تلفنتون حفظ می‌کنید، نگاه می‌دارید و 24 ساعت در تمام گوشه دنیا می‌توانید که صدای رادیو مهاجر رو شنید دوستان. نگر سودا که دفعمانم با پلی مارکت تلفن می‌دارید، رادیو موجر می‌نویسید، زمینه‌اش پیدا می‌شود، اسکچات می‌کنید، در تلفنتون نگاه می‌دارید و همیشه در تمام نقطه جهان می‌توانید صدای رادیو موجر رو شنید. صدایی که
همیشه از مهر، محبت، صمیمیت، صداقت سخن میگوید. خب دوستان عزیز، سرود از افضل شورشودیف اینجا درخواست شده است. من یک سرود را آماده کردم از افضل شورشودیف. خب پخش میکنم، یک جا میشنویم. سرود نام دارد نه آمده. وعده‌ای تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظاری وعدت اندر رهی بخار، مردی نگه دیده برآمد نیامدی، روزی وعده‌ای تو سر آمد نیامدی. روم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نیشکر آمد نیامدی، بحری نثاری مقدمت گلشنی سخن، جان از تنی فسرده برآمد نیامدی، جان از تنی فسرده برآمد نیامدی. با تو را از نویدی تو انخا پیام داد، با گوشم از وین خبر آمد نیامدی، با تو را از نویدی تو انخا پیام داد، با گوشم از وین خبر آمد نیامدی، 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 نیامدی. دوستان عزیز، خب برنامه را ادامه میدهیم. سرودهای درخواستی رو اینجا پخش کرده ایستاده‌ایم و شنوندگانی که ما رو میشنوید، پخش مستقیمی برنامه فرهنگی فراغتی مو شماست عزیزان. خب در اینجا من سرود درخواستی رو در اجرای افضل شورشودیف نه آمدی رو پخش کردم. جمال استموف یکی از شنوندگان دائمی ما درخواست کرده بودند. خب موین توارف سلام علیکم، مردم غریب نویسنده است در کامنت فیسبوک. علیکم سلام به شما نیز شنوندگان عزیز، غریبان، مهاجران غریبی دور از وطن. دوستان عزیز، ما نیز در برابرش ما چی گویم غریب هستیم. به هر حال که در رادیو کار میکنیم، فعالیت میکنیم، به هر حال از وطن دور هستیم. ما نیز
همیشه در یاد وطن عزیز هستیم، همیشه از وطن یاد میکنیم. به هر فرصتی که دست داد حتما از وطن عزیز خویش دیدن میکنیم. فکر میکنم که هممون پزمان وطن هستیم، چون اگر یک روز از وطن دوری میجویی دلت گم میزند، همیشه با یاد وطن هستی. هر آنگاهی که صدای تاجیکی رو در خیابان‌های مسکو میشنوم، آواز تاجیکی رو میشنوم، خب یک جهان دیگر، احساس دیگر فراهم میگیرد که میگویم که زود کسی نباشد به تنمون هموطن خود سلام علیک بکنی، از نزدیک آشنایی شوی، از نزدیک شناس شوی. بله، رسم است، رسوم است، غریبی است، قاعده است، زندگی است. چی کنیم؟ هیچ گپی نیست، مشکلی نیست، زمانه است، زمانه در گذر است. هر وقتی که دلمون کشید سوی وطن، مهر وطن، صدای رادیو موجی رو بلند میکنیم عزیزان. در اینجا از مهر، محبت، از انمون صداقت نسبت وطن عزیز خیش سخن میگویم. خب سرودهای نیز همیشه پخش میکنیم که با یاد وطن بودنتان رو همیشه بیشتر و بیشتر گرداند، مهرتان رو، محبتتان رو، صمیمیتتان رو در نسبت وطن عزیزمون زیاده گرداند. وطن داریم که محبوب است، دلرا است، دلنشین است. خب باد و هوای دیگر دارد، آفتاب درخشان دارد. وطن است که همیشه از گفتنش هم از علمون هممون بود و نبودش که اگر سخن هم بگویی کم است و باز هم کم است. خب دوستان عزیز، می‌نگریم بعد باز به دیگر نامه ها، سرودهای درخواستی که در اینجا هستند. یک لحظه به سرودها نظر کنم. یک نفر نامش عادل در ایمان نویسانده است که یگان سرود برای شعر بچه های کلاب می شود یا نگفته است. از نشانه رستم، یگان سرود برای شعر بچه های کلاب می شود یا نه، از نشانه رستم گفته است. عادل نویسانده است در ایمان. خب حتما سرود رو پخش میکنم برای کل شنوندگان رادیو موجی، مخصوصا به علمی نفری که سرود درخواست کرده است. اسمش عادل اشاره شده است، عادل نوشته شده است در ایمان. از نشانه رستم گفتند. من از کارگردان خواهش میکنم منمون سرود اگر که امکان باشد سرود، چون این برای شعر بچه های کلوب گفته است سرود می شود یا نه، از نشانه رستم خواهش میکنم کارگردان عزیز را که سرود نشانه رستم منمون سرود صدقه کلوب شوم را اگر امکان باشد آماده کننده باشد یگان سرود دیگرش را بینند. خب عزیزان، چون گفتیم برنامه مستقیم است، در اینجا می توانید زنگ بزنید، سرودهای درخواستی، سرودهایی که به دل نشین، سرودهایی که جذاب، رقصی، سرودهای شوخ و شنیدنی، سرودهایی باشند که طبع ما بالیده گردند. عزیزان دل، خب ساعت در مسکو 14:39 است. کارگردان اشاره میکند که سرود آماده است. سرود آماده باشد خواهش میکنم سرود را پخش کنید و شنوندگان عزیز ما بشنوند، یک حلاوت برند. وطن هر نفسه کیزی هوایت بیکشم
صدقه شعر و سخن صدقه گلاب شوم خب عزیزان دل، ساعت در مسکو 14:43 دقیقه. شما برنامه مستقیم مو شما را شنیده ایستادید عزیزان من. خب چه کنم گر ندهم جان به قد سرو روانت، که دلاویز و فصیح است همه طرز بیانت. همه شب شور و شرار نرود از دل زارم، که ببوسم ز لبانت ز لبانت ز لبانت. وقتی گفتن شکر و قند فرو می ریزد، ز زبانت ز زبانت ز زبانت ز زبانت. ببرم بودن تو نیست کم از ملک جهان، تو مرامم ز جهانت ز جهانت ز جهانت. بیشتر از همه دارم دل افکار و حزین، ز خیانت ز خیانت ز خیانت ز خیانت. به خودم از نگه مست ز جام شکرین، شکر ده ز دهانت ز دهانت ز دهانت. مفتون از خاطره ها عکس تو را پیدا کرد، خاطرات ز مکانت ز مکانت ز مکانت. بسیار مصرع‌های شعری علمون در حقیقت یک علمون مضمون بلند دارد، یک مصرع‌های شعری و عاشقانه خوب گفتند استاد عبادالله آدینه مفتون. خب عزیزان دل، نظر میکنیم باز کدامی از شنوندگان ما، کدامی از دوستان ما چی نامه ها درخواست کردند از ما، چی گفتنی های دارند و کی چی سرودهای دلنشین و نمون سرودهای شوق و جذاب را میخواهد شنود. ما آماده هستیم، در خدمت شما هستیم و میتوانیم که اون درخواستهایی که از جانب شما میشود کوشش میکنیم برآورده سازیم، چون رادیو موجیر این هم صدای قلب شماست. من نظر میکنم برنامه ها عزیزان دل 9122 گفته است میخواهیم از شبنم سریا سرود پخش کنید. از شبنم سریا گفته است. حتما از شبنم سریا سرود پخش میکنیم، چرا نه عزیزان دل. خب من میخواهم آن نفرانی که صاحب جشنهایی که امروز روز دارند هر یک و یکی آنها را تبریک بگویم، خوشبختی ها، سلامتی، عمر دراز، پرفیض و پربرکت را بهرشان تمنا دارم. به خاطر بیارید دوستان عزیز که نفران نزدیک همون دوستان و پیوندان شما که اگر زاد روز دارند فراموش نکنید شادباشی ها بفرستید، تبریکشون بگویید طریق برنامه فرهنگی فراغتی ما و شما. چون این برنامه را ما به خاطر آن کرده ایستادیم که شما و ما را با هم ارتباطمون رو نزدیک میگرداند. سر میزنیم، یاد میزنیم از دوستان و نزدیکان. خب سرود رو یک جا میشنویم، آماده کرده است کارگردان ما، سرود شبنم سریا. دقیقی دروازشی
وزشید گپ کشا وزشید ای داد ای داد سر به سرش نمانم لبزه کشا ندانم زد به خدا بجانم ای داد ای داد در کاسه بیرین جماش خوش رو ای سر تا بپاش نبودی خوش رو گیاش ای داد ای داد چنده اگر خوش روی خوش روی خوش ابروی گپ سری آبروی ای داد وای داد چادر گلی نار لبی چادر گلی نارای در پشت درم بچه‌ای به صبر و قرارای آی خود مرا با دغدغه رقم کنه داخل صد کس فقط داری او با ما عاشق زارای دغدغه دروازشی درد دلش تازشی گپ نکشا وزشی ای داد ای داد سر به سرش نمانم لبزه کشا ندانم زد به خدا بجانم ای داد وای داد دیلش ای ماملال ای خدا کش میدانه سرش در چی خیال ای خدا کش میدانه بادام شیرین دانه را سرمان زنه گل باغ پسی خانه را گرمان زنه صد بار دوچار تنه یا شده ام یک بار بگن تنه را برمان زنه دیلش ای ماملال ای خدا کش میدانه سرش در چه خیال ای خدا کش میدانه سرسری کوه دمن آه چه شماله ای گپ کشین دلم سخت ملاله سرسری کوه دمن آه چه شماله ای گپ کشین دلم سخت ملاله بوسه بلب آمده بوسه طلب آمده بوسه بلب آمده بوسه طلب آمده پس پسی دیواری ما نیمه شب آمده پس پسی دیواری ما نیمه شب آمده در کوچمان شاخ نمای قامت یارم خمای در کوچمان شاخ نمای قامت یارم خمای ای سر شب تا سحر پشت در شب نمای ای سر شب تا سحر پشت در شب نمای سر کوه دمای آه چه شماله ای گپ کشین دلم سخت ملاله سر کوه دمای آه چه شماله ای گپ کشین دلم سخت ملاله خب عزیزان دل اینجا نامه‌های درخواستی آمده ایستادند سرودهایی که شما درخواست میکنید من به نوبت پخش کرده ایستادم بونو تاج در کامنت فیسبوک نویسنده است سلام به راوی شیرین سخن و کارمندان رادیو و سلام به کل دوستان و شنوندگان گفته است علیکم سلام شنوندگان عزیز مخصوصا بونو تاج من بار دیگر سلام و درود خود رو به کل آن نفرانی که حال صدای مرا میشنوند میرسونم عزیزان دل ادامه برنامه فرهنگی فراغتی مو شومو صدای مرا مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید دوستان همچنین در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک کلاس که یوتیوب طریق نواری ویدیویی آنلاین یعنی که لایو تماشا کرده استودید 8193 گفته است سرود درباره تاجیکستان جان و جان مونید سرود درباره تاجیکستان جان و جان میمونیم حتما از کارگردان عزیز خواهش میکنم یک سرود جذاب بهر وطن عزیزمون پخش کند آماده کند پخش کنیم تا یک شنویم یک لذت بریم و یک یاد وطن کنیم تاجیکستان روشنستان دلم از تجلی پر نمای منزلم
گوهر چشم مرا بخشای نور، ز آفتابت جان من سازد حضور. در سکوت تو صدایم ای وطن، تا تب تو آشنایم ای وطن. در زمینت با تمناهای خویش، بزم امیدم همه سازم پریش. آیت مهر تو را آرم به یاد، جانمازم سبزه خاک تو باد. واپسین عکس که از عالم برم، عکس عشق تو بود چشم سرم. ای وطن پیغمبر و مولای من، سوره مهر تو در لبهای من. خب دوستان عزیز، با اشاره کارگردان عزیز ما، خب اینجا یک نامه دیگر آمده است، میخوام بهتر بخونم بعد از سرود. خب یک شنونده دیگر نامه نویسنده است. خب سرود اگر آماده باشد، سرود آماده است. سرود آماده است، میشنویم. بحر تاجیکستان یک جا میسرایم همراه با سید قلی بلالوف. سرود تاجیکستان. تاجیکستان هر کجای رفتم از آغوش تو، دامنم را من تکیدم ره به ره در هر قدم. پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت، از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم. پای خود را ره به ره افشانده رفتم بر زمینت، از زمینی کم زمینت گردی خاک کم نکردم. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من سرور نمیخواهم، وطن هستی وطن هستی بس است. با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است. از تو من سرور نمیخواهم، وطن هستی وطن هستی بس است. با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است. کجای سنگ دیدم دست بردم بر سرش چون بر سری فرزندی خویش. با نوازیش گفتم او را از بدخشان کنده ام، با نوازیش گفتم او را از بدخشان کنده ام. طفل شیرکاری مرا از بند پیستان کنده ام، با نوازیش گفتم او را از بدخشان کنده ام. طفل شیرخواری مرا از بند پیستان کنده ام. تاجیکستان تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من سرور نمیخواهم، وطن هستی وطن هستی بس است. با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است. از تو من سرور نمیخواهم، وطن هستی وطن هستی بس است. با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است. با خست و خارت برابر زندگی کردن بس است.
خب در اینجا سرود پخش کردیم که سید قل بلالوف تاجیکستان گفتند، وطن گفتند، سرایدند، مهر و محبت ما رو باز هم بیدارتر کردند. بله 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 تاجیکستان عزیز خودمان. خب نگین نبی و نویسنده است. سلام به همه شنوندگان و برنده شیرین سخن گفته است. راستی من نمیدونم تا کدام اندازه من شیرین سخن هستم. در اینجا شنوندگان ما دائم همین کلمه رو، همین سخن رو به زبان میارند، نوشته میکنند، لیکن من جهانی سپاس میگم. من کوشش میکنم تا یک لحظه هم باشد چی گویم طبعتان خوش باشد، وقتتان خوش باشد، روزتان خوش سپری گردد. از همه مهم طبع و دل خوشتان باشد عزیزان. خب سرودهایی که در اینجا درخواست میشوند من پخش میکنم به نوبت با همراهی کارگردانی عزیز. خب عزیزان دل نظر میکنیم در اینجا یک لحظه. خب در ایما تاجدین نویسنده است ای قدم قربان سرود میمونی گفته است، علامت سوال مونده است. از قدم قربان سرود میمونیم؟ چرا نه؟ اگر درخواست کرده باشید این درخواست است، لیکن جمله سوالی داده است، لیکن به هر حال منظورشان همون پخش کردن سرود است. به هر حال من خواهش میکنم از قدم قربان یک سرود آماده کنند کارگردانی عزیز. تاجدین اگر صدای مرا میشنوی از قدم قربان حتما چند لحظه بعد کارگردانی عزیز ما سرود را آماده میکنند، پخش میکنیم عزیزان. خب بار دیگر میگویم که در اینجا یگان مانعی نیست، یگان مشکل نیست. از هر نفری که سرود درخواست میکنید عزیزان ما سرود را حتما پخش میکنیم. قدم قربان نیز سرودهای نقص سرایدند، خواهش میکنم یک سرودش را آماده کنند پخش کنیم تا همین شنونده ما که نامش تاجدین نوشته شده است در ما گوش کند از قدم قربان سرود را. من یک لحظه به کامنت های فیسبوک نظر میکنم، یگان نفر شاید یگان چیزی نوشته باشد. خب نگین نبی و ایت پراوده گفته است، لیکن تصمیمشان در چیز نمیدونم. خب عزیزان دل شنوندگان ارجمند ما، ادامه برنامه فرهنگی فراوتی مو شماست. آماده باشید دوستان عزیز، بخش سوال و جواب نزدیک شده ایستاده است. مکافات پولی امروزینه بخش سوال جواب است 500 روبل روسی. دوستان نفرانی که غالب میبرایند، نفری که غالب میبراید در بخش سوال و جواب من مبلغ رو به اون کس میفرستم. اگر در روسیه باشند طریق کارت الکترونی، همیان الکترونی میفرستند بر بانک آنلاین. اگر بیرون از روسیه باشند در شماره تلفنشان مبلغ رو میگذرانم. دوستان عزیز سوال ها ساده هستند چون همیشگی. با دل پر گفتم میتوانم که سوال ها امروز به نهایت ساده هستند. همیشه چون همیشگی سوال های ساده هستند. من هیچگاه سوالی مشکل رو انتخاب نمی کنم تا با جواب گردانیدنش شما مشکل نکشید دوستان. خب اگر که عزیزان دل نفری که میخواد در بخش سوال جواب شرکت کند لطفا خواهش میکنم تنها در بخش سوال جواب زنگ را قبول میکنیم. نفرانی هستند راستی در بخش سوال جواب روزو در کامنت بنویسند، لیکن عزیزان دل بار دیگر خواهش میکنم و هم خاطر رسان میکنم که در بخش سوال جواب تنها جوابی را قبول میکنیم که به واسطه زنگ مستقیم است. یعنی که اگر که در کامنت جواب رو مینویسه جواب شما رو به هر حال ما میبینیم لیکن به هر حال همچون جواب قبول کردن نمیتوانیم. یعنی که نمیتوانیم شما رو اگر که حتی جواب درست باشد نیست غالب بخش اعلام کنیم. از همین خاطر جواب رو قبول میکنیم که مستقیما در زنگ است. خب اینجا سرود از قدم قربان که تاجدین در ایمان نویسنده است کارگردان آماده کردن سرود رو، خواهش این نفر رو ما اجرا کردیم پخش میکنیم. سرود عزیزم نام دارد. در اجرای قدم قربان میشنویم سرود عزیزم. زبانك بلبلة ساقي سر و قدروي بلا ساقي رخصاري من جنبلا من
برم در همه لوی کوکلت شیرین دری دختر جانا جگری دختر در حیله تری دختر فهمیدم بگن همو تنوزه روزی پسی در موزه هر جا شده یا موزه شنیدم بچه کنه ای در و حلقه در خریدم عزیزم ای کسی با مشک دفر خریدم عزیزم اطلس و ادرک چکن و پاپاوی بهر تو سرخی لبوس می در خریدم خیوالا شیده دفتر ایمای پری پیتر هشداری اگر در سر نه نگو دختر نه نگو با دارت برم دختر دشوارت خرم دختر جانو جگری دختر دختر نه نگو نه نگو سری پاوروتای بگن همو تنوزه روزی پسی در موزه هر جا شده یا موزه شنیدم بچه کنه خب عزیزان دل سرود قدم قربان رو شنیدید اسم سرود عزیزم نام دارد خب این سرود رو تاج‌الدین نویساندن در این ماه سال گذاشته بودن که از قدم قربان سرود پخش میکنه چرا نه من فکر کردم شاید خواهش شنیدن سرود قدم قربان رو داشته باشند و کارگردان عزیز آماده کردند ما پخش کردیم دوستان ادامه برنامه فرهنگی فراغت ما و شماست عزیزان دل آماده باشید نفرانی که میخواهند در بخش سوال و جواب شرکت کنند دوستان بعد از چی گویم بعد از 2 سرود بخش سوال و جواب رو شروع میکنیم بعد از 2 سرود دوستان من فراموش نکنید من بار دیگر قاعده های بخش سوال و جواب رو تکرار میکنم حاضر این حال تکرار میکنم و بعد از 2 سرود شروع میکنیم بخش سوال و جواب رو در بخش سوال جواب دوستان من 3 سوال پیشنهاد میکنم در عموم برای جواب گردانیدن هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم سوال هایی که هستند به نهایت ساده هستند باز بر ضمن ساده بودنشان واریانت ها نیز دارند به این سوال ها من وقت جدا نمیکنم یعنی که یکی واریانت ها رو من 2 مرتبه تکرار میکنم یکی اشتها انتخاب میکنید بعدا با 3 سوال ما جواب میگردونید مبلغ 300 روبل رو برد میکنید وقتی که مبلغ 300 روبل رو برد کردید شما میتوانید که از ادامه بخش سوال و جواب دست کشید اگر نه خواهشتان باشد من به شما سوال 4 رو پیشنهاد میکنم مبلغ شما 500 روبل میشود در صورتی که جواب درست گردانیدید به سوال 4 در صورت جواب غیر قناعت بخش اینکه جواب نادرست عزیزان مبلغ شما کلا میسوزد و نه مبلغ 500 روبل را میگیرید نه مبلغ 300 روبل را از همین خاطر آماده باشید عزیزان سوال ها مشکل نیستند بعد از 2 سرود بخش سوال و جواب را شروع میکنیم نفرانی که میخواهند میتوانند زنگ بزنند تلفن های ما فعال است 8967 111 56 46 8965 151 0410 خب من یک سرود پخش میکنم باز یک سرود دیگر پخش میکنیم یکون سرودی درخواستی دیگر رو خلاصه بعد از 2 سرود شروع میکنیم بخش سوال و جواب رو
لیلا 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 را بردن لیلا 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 را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا نگاری نازنین هستم غلامت لیلا نگاری نازنین هستم غلامت لیلا بگیر دستم بو بر بالای بامت لیلا بگیر دستم بو بر بالای بامت لیلا اگر بالایی بامش کس نباشن لیلا اگر بالایی بامش کس نباشن لیلا دیدی بوسه از آن تنگی لبانت لیلا دیدی بوسه از آن تنگی لبانت لیلا 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 را بردن لیلا 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 را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا لیلا که افتم در سراغت لیلا بیا لیلا که افتم در سراغت لیلا تسلای دلی دیوانه ای من لیلا تسلای دلی دیوانه ای من لیلا 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 را بردن لیلا 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 را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا سیاه چشم خدی بالا را بردن لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا جانا ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا شمو بیا پروانه ای من لیلا بیا جانا ای من لیلا. خب دوستان عزیز، من در اینجا سرود فیروزه جمانیوزова و دلیر کتوزف رو پخش کردم. لیلا میگند. بانو تاج نویسنده است، سامان جان است، شهزاد دوران سرود مادر رو پخش کنید. سرود مادر رو پخش میکنیم بعد از بخش سوال جواب حتما. خب چون گفتم که بعد از دو سرود بخش سوال و جواب رو شروع میکنیم عزیزان، الکی یک سرود رو پخش کردیم، سرود دیگر مانده است. سرود دوم رو عین حال من در اجرای فرزانه خورشید پخش میکنم و دوستان من خواهش میکنم بعد از سرود زنگ بزنید و بخش سوال جواب رو شروع میکنیم. سرود را در اجرای فرزانه خورشید میشنویم و بعد از سرود بخش سوال و جواب دوستان. مجنون جان 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 دل من کردی
pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, o quieres malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa delicia, un rompecabezas, pero para montarlo te cango la pieza. چشمی سیاهی زاغه عاشق نبی نداغه چشمی سیاهی زاغه عاشق نبی نداغه عاشق بینه نبینه وای وای مادر نبینه داغه عاشق بینه نبینه وای وای مادر نبینه داغه مجنون 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 جان 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 دلم کردی حیران سری قشلک نامدی وای وای دلم کردی ویران دلم کردی ویران خب دوستان وقتی آن رسیده است که بخش سوال و جواب را گشاده اعلام کنم. نفرانی که میخواهید در بخش سوال جواب شرکت کنید مرحمت من آماده هستم عزیزان دل بخش سوال جواب را با همراهی شما شروع کنم. تلفن ها برای تماس 8967 111 56 46 8965 151 0410 زنگ بزنید. خب بخش سوال جواب است عزیزان. مبلغ مکافات پولی بخش سوال جواب امروزینه 500 روبل روسی است و نفرانی که غالب میبرند من مبلغ رو میفرستم طریق کارت سبربانک آنلاین در شماره تلفنشان یا اینکه در همیان الکترونیشان یا اینکه از روسیه بیرون باشند در شماره تلفنشان. خب دوستان عزیز سه سوال پیشنهاد میکنم با سه سوال جواب میگردونید. میتونید که از ادامه بخش سوال جواب دست کشید مبلغ 300 روبل رو گیرید و دست کشید. لیکن اگر خواهشتان باشد من به شما سوال چهارم رو پیشنهاد میکنم و به سوال چهارم ما جواب که گردونید جواب درست یعنی شما مبلغ 500 روبل روسی رو برد میکنید. اصلا از تجربه ها میگم دوستان که نفرانی که به سه سوال جواب درست که گردونیدن به سوال چهارم نیز چی گویم 70% جواب بگردانند. یعنی که حالتهای بودند که از سوال چهارم نیز راستی غالب نبرآمدند لیکن حالتهایی که غالب برآمدند در سوال چهارم بسیار است. این گونه حالتها بسیار شدند این گونه حالتها بسیار شدند چون اصلا اگر که بس سوال جواب درست گردانیدند یعنی که سوال چهارم نیز مشکل نیست. سوال چهارم نیز هیچگاه سوال مشکل نیست چگونه که سوال های ساده هستند در یکم و دوم سوم و سوال چهارم نیز هم این گونه است. برد کرده خوب مبلغ رو میگیری باختی گپی نه باکنه یگان محدودیت نیست. میتوانی باز در برنامه دیگر زنگ بزنی باز در بخش سوال جواب شرکت کنی عزیزان. هیچ مشکلی ندارد. به سوال ها نظر میکنم فکر میکنم ساده هستند فکر میکنم شما میدونید جواب رو. سوال های هستند که چی گویم سوال های هستند که شنیدید خواندید میدونید. من سوال های هستند که برای جواب گردانیدنشان شما باید که مشکلی نکشید. سوال های بعضا منطقی هم هستند سوال های هستند از روزمره سوال های هستند که خوانده در دوران مکتبی سوال های هستند که شنیدید از طریق تلویزیون رادیو روزنامه مجله. من سوال های مشکل من انتخاب نمی کنم. سوال ها رو من خودم انتخاب میکنم. راستی گبنمون یک سری مخفی هم که میگویم با زبان روسی کنفیدنسیال نیست. همین کنفیدنسیال نیستش رعایت می شود. سوال های مشکل نیستند. من سوال های هستند که با باوری امیدوار هستم با باوری گفتم میتوانم که شما جواب گردانیده میتوانید چون سوال ها بنیاد شده هستند. خب نفری که میخواهد در بخش سوال جواب شرکت کند مرحمت میتوانید زنگ بزنید و من به شما سوال ها رو پیشنهاد میکنم. لیکن امیدوار هستم که جوابتون درست میبرد. لیکن خواهش میکنم فقط در بخش سوال جواب های رو قبول میکنیم که مستقیما زنگ زدند. من بار دیگر شماره تلفن رو تکرار میکنم 8967 111 56 46 8965 151 0410. نفری که میخواد
در بخش سوال جواب شرکت کند. آماده باشید عزیزان. الکی بخش سوال جواب شروع گردیده است. مرحمت میتوانید زنگ بزنید. قاعده های بخش سوال جواب را بار دیگر تکرار میکنم دوستان. 3 سوال پیشنهاد میکنم. در عموم برای جواب گردانیدن به هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنم. لیکن سوال های هستند که سوال ها عموما ساده هستند، لیکن بعضا سوال های هست که به نهایت ساده هستند. در برابر ساده بودنش نیز باز وریانت ها دارند. در بعضا سوال ها من وقت جدا نمی کنم، یعنی که به کدام سوالی که وقت جدا نمی شود به شما حتما گفته می شود که در این سوال وقت جدا می گردد یا نه. حتما شما که آگاه می شود. بعداً چی گویم، بعداً بس سوالی ما جواب کی گردونید در عموم به 30 ثانیه وقت جدا برای جواب هر یک سوال 30 ثانیه وقت جدا میکنیم. خب اینجا یک زنگ است متاسفانه. خب متاسفانه علاقه کنده شد، نمیدونم برای چی. خب دوستان من نمیدونم. خب دوستان عزیز، نفرانی که در بخش سوال جواب شرکت کردن میخواهند آماده باشید، زنگ بزنید و من آماده هستم که همراه شما بخش سوال و جواب را چی گویم، یعنی که پیش بریم. خب من در اینجا یک سرود پخش میکنم از شهزاده دوران. شنونده دائمی ما بانو تاج درخواست کرده بودند، سرود را پخش میکنم. بعداً میگذاریم بعداً بخش سوال جواب را ادامه میدیم. سرود مادر را در اجرای شهزاده دوران میشنویم و بعد از سرود باز بخش سوال جواب را ادامه میدیم دوستان. ز تو دورم برای تو دلم گم میزند مادر، برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خندت بینم شود صد درد تسکینم، و هر یک خنده های تو دلم گم میزند مادر. ز تو دورم ایا مادر. سرودی زندگی بر لب روانم از پای مطلب. سرودی زندگی بر لب روانم از پای مطلب. ره و ره بدوی تو دلم گم میزند مادر. ره و ره بدوی تو دلم گم میزند مادر. گه در چار سوی دل بیماند پای من درگیر. گه در چار سوی دل بیماند پای من درگیر. با پندی رهنمای تو
گم میزند مادر ز تو دورم برای تو دلم گم میزند مادر برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر اگر یک خندت بینم شود صد در تسکینم و هر یک خنده های تو دلم گم میزند مادر ز تو دورم ایا خب عزیزان دل ما صحبت رو ادامه میدیم. بخش سوال و جواب است. اینجا یک سرود درخواست شده بود از شهزاده دوران، سرود مادر. سرود رو بانو تاج یک شنونده دائمی ما درخواست کردند، من سرود رو پخش کردم عزیزان. خب عزیزان دل، چنانه گفتم بخش سوال و جواب است و ادامه میدیم صحبت رو سر بخش سوال و جواب. نفره که آماده است مرحمت، بار دیگر من شماره را در استودیوی مرکزی تکرار میکنم: 8965 151 014 8967 111 56 46. اگر خواهش شرکت کردن در بخش سوال و جواب باشد می توانید زنگ بزنید. سوال ها مشکل نیست، سوال های ساده هستند، سوال های عادی هستند و زنگ شما را قبول میکنیم و میشنویم شما را در بخش سوال و جواب. بلکه اینجا یک زنگ است، میشنویم یک جا. الو. علیکم سلام، خود را معرفی میکردید؟ بار دیگر. الو، میشنوید؟ متاسفانه علاقه کنده شد. در اینجا نفر دیگر زنگ است. 4501 رو میشنویم. خب الو. علیکم سلام، خود رو معرفی میکردید؟ در پخش مستقیم قرار دارد شما. سامان جان، السلام علیکم. من مهیره شکیبی. مهیره بانو، من شما رو شناختم لیکن خواستم برای شنوندگان خود رو معرفی کنید. خب مهیره بانو، شما چه خیل؟ خوب، سلامتی و نقص؟ شکر خدا من مطمئن. خب بخش سوال جواب میخواستم یک بار دیگر شرکت کنم، نخواد یگان سن نبودم. پیش از شما شادان یک مرتبه زنگ زدن علاقه کنده شد. یک مرتبه دیگر در وقت موسیقی زنگ زدن گفتم، خواهش کردم که بعد از موسیقی زنگ زنید. این حال زنگ زدن، سلام علیک گفتند، آوازشون کنده شد، علاقه باز قطع شد. نصیب شما بود است که باز شما زنگ زدید، نباشد شادان سوال ها را جواب میدادند. خب این لحظه شادان زنگ میزند. از شادان خواهش میکنیم که حال ما صحبت داریم و بعد از صحبت زنگ بزنند. خب اگر مهیره بانو آماده باشید بخش سوال جواب را با شما ادامه میدهیم. چون شما شرکت کرده قاعده بخش رو میدونید، فکر میکنم تکرار نکنم یا اینکه تکرار کنم قاعده را. نه تکرار نکنید، قاعده میدونم. فقط خبری اون سنته. همین حتما پانتاست من با همیرش درکو. خب قبول. مهیره بانو، من سوال رو پیشنهاد میکنم. آماده باشید. در این سوال به شما وقت جدا نمیکنم. 4 واریانت دارد، 2 مرتبه تکرار میکنم، یک واریانتش رو انتخاب میکنید. خب قبول. فیلمی قسمت شاعر، یعنی که نمون فیلمی رودکی است، در تاجیکستان از سالهای دوران شوروی به نوار گرفتند. سال 1959 این فیلم را کارگردان مشهور تاجیک بوریس کیمیاگرف به نوار گرفته است. نام دارد قسمت شاعر. فیلم درباره حیات روزگاری استاد ابو عبدالله رودکی است. با قلم کی نوشته شده است؟ یکم ابوالقاسم لاهوتی، دوم میرزا ترسنزاده، سوم ساتی ملاغزاده، چهارم مومن قناعت.
تکرار میکنم. فیلم قسمت شاعر با قلم کی نوشته شده است؟ یکم ابوالقاسم لاهوتی، دوم میرزا ترسونزاده، سوم ساتی ملاغزاده، چهارم مومن قناعت. جواب دادن در کار می علاقه یا شما 30 ثانیه میکنیم اما؟ علاقه باید جواب گردانید. با فکر من که ساتی ملاغزاده بود. اگر که خب مطمئن هستید فکر رو تغییر نمیدید؟ شاید مومن قناعت نوشتن، شاید ابوالقاسم لاهوتی استاد. نه قناعت نه قناعت سوچ نمی با فکرم همیشه اون قدر یادم نیست. ساتی ملاغزاده؟ سیم واریانت. خب جواب رو تغییر نمیدید؟ فکرتون در فکرتون درست استوار هستید؟ قبول کنم؟ با فکر قبول کنید. خب قبول میکنم جواب رو مهربانو. جواب یکم شما خوشبختانه درست است. بله. فیلم قسمت شاعر تعلق دارد به قلم استاد ساتی ملاغزاده. میگذاریم به سوال دیگر. خب به سوال دیگر میگذاریم. من یک موضوع تاریخی و فرهنگی و استراحتی را در تاجیکستان نامبر میکنم. 5 ناحیه رو فقط میگوید که در کدام ناحیه ها جایگیر است این منطقه این موضوع و به شما وقت جدا نمیشود. خب منطقه تاریخی و فرهنگی و استراحتی 44 چشمه در کدام ناحیه جایگیر است؟ یکم ناحیه خراسان ولایت ختلان، دوم ناحیه اشکاشمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان، سوم ناحیه فرخور ولایت ختلان، چهارم ناحیه شهر توز ولایت ختلان، پنجم ناحیه شهر نوی ولایت سوخت. تکرار کنم بار دیگر واریانت رو. نه تکرار نکنید. من وقت 44 چشمه میدونید چند بار زیارت رفتگی؟ شما رفتگید؟ خب سوالی با مورد آمد در نوبت شما. یعنی که خب من از کجا دانم که شما با کجا سفر کرده اید که همین سوال رو پیشنهاد کنم مخصوصا. خب مطمئن هستید من فکر رو جواب شما رو قبول میکنم. مطمئن. شرطوز بهترین جا یک عجایب منظره دارد. اینجا با من چند بار رفتگی زیارت. خب چگونه موضوع است؟ موضوع من راستی نرفتم. من در نوارها تماشا کردم لیکن نرفتم. موضوع استراحتی است، فرهنگی، تاریخی است. چگونه بود هوا دارد، چگونه فضا دارد؟ استراحتی تاریخی. اونجا با یک عجایب ماهی هست که وای ماهی خوردن ممکن نیست. لیکن عجایب وای چقدر بسیار وای ماهی حاضر یادم نیست. اول که چند قدر وقت شد نام از چی بود یادم نیست. عموما اونجا به زیارتگاهی بزرگوارا هست. مرخص زیارت کرده بوده. بعد جاهایی هست که حتما جای استراحتی و دریا و محیطه ها گشتن حضور کرده مزه فکر دم نگیرید. خب من سوال سوم رو میخوام پیشنهاد کنم. 4 مصرع شعری است. 2 مصرعش رو من میخونم، 2 مصرع دیگرش رو شما ادامه میدید. امیدوار هستم میدونید. من 2 مصرع اولش رو بخونم یا اینکه 2 مصرع اخیرش رو کدامش به شما؟ من اصلا هیچی گفته نمیتونم سامان جان. توکل. من میدونسته باشم یا نه. خب بیاید نباشد سوال رو کمی تغییر میدم. همین سوال رو به شکل دیگر پیشنهاد میکنم. من 4 مصرع شعری رو میگویم لیکن واریانت پیشنهاد نمیکنم. شعر رو 2 مرتبه تکرار میکنم. مؤلف شعر رو یعنی که به قلم کی تعلق دارد شما میگویید. خب قبول؟ قبول. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست. با دشمن من چو دوست بسیار نشست، با دوست نبایدم دیگر بار نشست. پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت، بگریز از آن مگس که با مار نشست.
یگان وای نیستن یگان میخواید که وریانت پیشنهاد کنم وریانت نیستن میخواید وریانت پیشنهاد کنم ایوادش میشید پیشنهاد میکردید قبول وریانت پیشنهاد میکنم یکم ابو عبدالله رودکی دوم ابوالقاسم فردوسی سوم ابو علی ابن سینا چهارم مثال میگذاریم نظامی گنجوی را تکرار میکنم وریانت ها رو بار دیگر یکم ابو عبدالله رودکی دوم ابوالقاسم فردوسی سوم ابو علی ابن سینا چهارم نظامی گنجوی با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست خب یک شعری خصلت یا نمون تربیوی نقص دارد یکم وریانت استاد ابو عبدالله رودکی دوم ابوالقاسم فردوسی سوم ابو علی ابن سینا چهارم نظامی گنجوی کمی فکر کنید فکر کردم همین با فکر من که این خیلی سویا یا همین سینا یا اینکه نظامی گنجوی وقتی کدامش باشد خب یا اینکه ابو علی ابن سینا یا اینکه نظامی گنجوی دو جواب رو قبول نمیکنم دو وریانت رو فقط یکیش رو انتخاب کنید و کمی فکر کنید جواب درست رو انتخاب کنید من یک مرتبه دیگر شعر رو تکرار میکنم بار دیگر فکر کنید با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست یکم ابو عبدالله رودکی دوم ابوالقاسم فردوسی سوم ابو علی ابن سینا چهارم نظامی گنجوی یک وریانت رو انتخاب کنید اخیراً شانس شماست نظامی گنجوی تمام نظامی گنجوی خب نظامی گنجوی فکر رو تغییر نمیدید نه خیر کن تغییر نتیم نه ماهره بانو متاسفانه جواب شما نادرست است نه حقیقتا مهنت من چی شد من حتی دو مرتبه سه مرتبه شعر رو تکرار کردم که تا شما کمی هم فکر کنید متاسفانه فکری غلط جواب شما غلط برآمد و این مصرع‌های شعری تعلق دارند به خب گویم نگویم تعلق داشت به قلم ابن سینا ابو علی ابن سینا گفتم یک خاراکتری وای دارد تربیوی دارد یک خصلت تربیوی دارد خب متاسفانه کمی غلط کردید متاسفانه کمی غلط کردید از آن که زنگ زدید من بنیاد شدم که صدای شما رو شنیدم ماهره بانو شما شنونده دائمی ما هستید در عرض احترام به شما تشکر که شنیدید زنگ زدید امیدوار هستم که در دفعه دیگر غالب میبرید دلسرد نشوید حتما ما رو پیگیری کنید زنگ بزنید شما گفتنید که من پیش پرداخت کنم ماهره بانو شما باور کنید نظام پیش پرداخت رو یگان مرتبه تجربه نکردم بله متاسفانه نظام پیش پرداخت تجربه نکردم اگر که تجربه میکردم و چی میگویند ثمره میداد حتما به شما نظام پیش پرداخت رو روا میدیدم لیکن متاسفانه نظام رو من تجربه نکردم خیلی به همه شنوندگان به همه دوستایی که من از همین رادیوی مهاجر پیدا کردم شما سبب شدید همه یکشون به سلام گرم جوشن خودم میرسونم تشکر به شما نیز تنصیحت باشن هر دفعه که ساعت 2 میشه همین پایده نیستم روم ساعت 14:00 شد هر ما کامپیوتر در میگیرم میگن استوکی واسه سامان میبرد من باید از سلام گفتم با تشکر از شما من همه نمون زحمت‌های شما رو که همراهی میکنید ما رو گوش میکنید میشنوید قدر میکنیم جهانی سپاس بر شما شنونده عزیز رحمت کمان جان باشید سلامت باشید
خب دوستان عزیز 4501 بودند مهربانو شنونده دائمی ما کمی حاصل هم کردند که مبلغ امروز با اون کس لازم بود متاسفانه همین کمی حاصل کردند که 500 روبل مبلغ امروز لازم بود متاسفانه آمدن به سوال سیوم بود بله به سوال سیوم جوابی غلط گردانیدند خیر چی گویم دیگر علاجی نیست کمی غلط کردند به این سوال خب من حتی در این سوال واریانت نداشتم لیکن من خواستم کمی ساده تر کنم واریانت پیشنهاد کردم 4 واریانت مصرع شعری تعلق داشتند به قلم استاد ابوعلی ابن سینا اون کس نظامی گنجوی را انتخاب کردند و کمی شد غلط خب اگر کسی دیگری فعال است نفر دیگری آماده هست در بخش سوال جواب مرحمت مبلغ در جایش ایستاده است میتوانند زنگ بزنند خب اینجا زنگ است باز شادان است باز شنونده دائمی ما مهربانو فکر میکنم شادان امروز مبلغ شما رو میگیرد کمی گوش کنید کمی صبر کنید خب الو سلام علیکم شادان خواهش میکنم که کمی صدایتان رو بلند کنید کمی صدای شما گم میشود در بعضن موارد مرا میشنوید خب اگر مرا میشنوید آماده باشید در بخش سوال جواب خب مهربانو کمی غلط کردند باختند برد کردن نتوانستند هرچند که حاصل هم کردند که مبلغشان لازم است لیکن متاسفانه باختند چیکار کنیم خب شادان فکر میکنم به شما مبلغ لازم نیست شما خواننده مکتب هستید بس شما چی لازم مبلغ فقط برای سنجیدن شادان خب در صنف چندم میخونی 11 به شما مبلغ چی لازم مبلغ لازم نیست نه من فهمیدم من عموما مبلغ بخش سوال جواب رو در نظر ندارم عموما چی لازم به شما مبلغ شما خواننده هستید وقتی ما خواننده مکتب بودیم هیچ به مبلغی نیاز نداشتیم میرفتیم درس میومدیم خانه هیچ جای چیزش نبود یعنی که نیاز دارید در مکتب ها با پول برای راه رفتن راهگیری میکنید با راهگیری میکنید به مکتب میروید یا که مکتب نزدیک از پای پیاده میروید خب اگر شادان آماده باشی سوال رو پیشنهاد میکنم سوال های اول رو یک لحظه خب شادان در این سوال من به شما وقت جدا نمیکنم از اون سبب که شما خواننده مکتب هستید عین حال خواننده هستید حتما باید این سوال رو جوابش رو دانید به نهایت سوال ساده هست لیکن باید شما این رو دانید وقت جدا نمیکنم سوال رو تکرار میکنم 2 مرتبه جوابش رو میگوید حتی این به واریانت است واریانت هم ندارد اسم چیست اسم چیست اسم اون ریسه نوتقیست که نام اشیا یا اینکه پریدمت را میفهموند و سوالهای کی ها و چی ها جواب میشود آفرین یقین میدانستم که به این سوال جواب میگویی چون به نهایت سوال ساده است خب اسم چیست این را میدونید میگذاریم به سوال دوم میگذاریم شادان ریاضی را دوست میداری؟ چی را؟ ریاضی دوست میداری خب یک چند شماره های عادی است که در اینجا جمع و طرح را به کار میبریم من 2 مرتبه تکرار میکنم در اینجا ذهن تیز شما را سنجیده میشود خواهش میکنم زود حساب میکنید 2 مرتبه تکرار کردنی من 2 10 2 15 1 40 کم 2 16 2 10 2 15 1 40 کم 2 16 جواب شما 42 بله جواب درست است خب سوال دوم جواب درست شدن ادامه میدیم سوال سوم من یک چند مصرع های شعری است در اینجا میخونم مؤلفش رو نمیگویم بسیار مصرع های شعری معروف هستند فقط میگفتید که به قلم کی تعلق دارد من واریانت نیست پیشنهاد نمیکنم از سبب اونه که به نهایت ساده هستند
بناها یا باد گردد خراب زیباران از تابش آفتاب پای افکندم از نظم کاخ بلند که از باد و باران نیابد گزند بدین نامه بس عمرها بگذرد بخواند هر آن کسی که دارد خیرد نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم. این مصرع‌ها به قلم ابوالقاسم فردوسی تعلق دارد. در کجا نوشته شده است این مصرع‌ها؟ در اثر گرانمایه انسایی. بله. مصرع‌های شعری در آغاز شاهنامه نوشته شده است. سوال سوم درست است. میگذاریم به سوال چهارم شادان. خب شادان یک لحظه شما الان مبلغ 300 روبل برد کردید. می توانید که دست کشید از ادامه بخش سوال جواب و مبلغ را صاحب کردید یا اینکه می توانید در سوال چهارم جواب گردونید لیکن خوفش است اگر ندانستید مبلغتان میسوزد. شما نقض میدونید قاعده های بخش سوال جواب را. خب قرار شما در سوال چهارم که اشتراک کنید من سوال رو پیشنهاد میکنم. 5 واریانت هست. سوال رو دو مرتبه پیشنهاد میکنم. واریانت رو 2 مرتبه نمبر میکنم. خواهش میکنم واریانت درست رو انتخاب کنید. تنظیم حل بحث های بین مقامات دولتی دایر به صلاحیت آنها در وکالت کی و یا کدام مقامات می باشد؟ یکم حکومت جمهوری تاجیکستان، دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سوم پارلمنت جمهوری تاجیکستان، چهارم سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، پنجم پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان. سوال رو تکرار میکنم. پارلمنت جمهوری تاجیکستان. شدان یک لحظه. تنظیم حل بحث های بین مقامات دولتی دایر به صلاحیت آنها در وکالت کی و یا کدام مقامات می باشد؟ یکم حکومت جمهوری تاجیکستان، دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سوم پارلمنت جمهوری تاجیکستان، چهارم سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، پنجم پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان. من یک مثال میارم. مثال فرض کردیم که اینجا سوال این گونه است که تنظیم حل بحث ها یعنی که بحث بین دو فرض کردیم بین دو وزارت بحث می آید که این صلاحیت من است. مثال این وزارت میگوید که نه این صلاحیت کاری من است، این وزارت میگوید که نه این صلاحیت کاری من است، این کار را باید ما انجام دهیم. یعنی که بین دو وزارت فرض کردیم که مثال آوردیم که بحث می شود و آنها یک کار را به هر دویشان به خودشون شباهت میدن. مثال میگن که همین مقصد که کاری ماست، وزارت دیگر میگوید نه کاری ماست. همین حل تنظیم همین بحثی که بین دو وزارت هست کدام ساختار در دوره وکالت خود حل میکند؟ یکم حکومت جمهوری تاجیکستان، دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سوم پارلمنت جمهوری تاجیکستان، چهارم سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، پنجم پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان. یعنی که پروکراتور گنرالی رو در نظر دارم. یعنی که تنظیم حل بحث ها بین مقامات دولتی را مقامات دولتی که باشد خیلی تخمین میکنیم پارلمنت جمهوری تاجیکستان مجلس عالی. پارلمنت رو سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. یک مرتبه دیگر فکر کنید. اخیران مرتبه سوال رو با واریانتش تکرار میکنم. تنظیم حل بحث های بین مقامات دولتی دایر به صلاحیت آنها در وکالت کی و یا کدام مقامات می باشد؟ یکم حکومت جمهوری تاجیکستان، دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سوم پارلمنت جمهوری تاجیکستان، چهارم سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان، پنجم پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان. در اینجا حکومت، پرزیدنت، پارلمنت، سود کنستیتوسیونی، پروکراتورای گنرالی. 5 واریانت است. خب اخیران انتخاب شما. حکومت جمهوری تاجیکستان. حکومت جمهوری تاجیکستان؟ بله. جواب را قبول کنم؟ تغییر نمیدید؟ تنظیم حل بحث رو در بحث یک چیزی عادی من به شما پیشنهاد میارم. بحث رو در تاجیکستان کدام مقامات بررسی میکند؟ یعنی که بحث که شد کدام مقامات بررسی میکند؟
این همون بحث است فقط همون بحث عادی است همون بحث عادی است فقط بین مقامات است فرض کردیم که دو همسایه فرض کردیم که دو همسایه بحث دارند به کجا مراجعت میکنند به سود مراجعت میکنند خب جواب شما وریانت رو با تکرار میکنید یکم حکومت جمهوری تاجیکستان دوم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوم پارلمنت جمهوری تاجیکستان چهارم سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان پنجم پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان سود کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان تغییر نمیدید جواب رو قبول کنم خب شادان جواب رو قبول میکنیم به هر حال اگر درست است نادرست است این حال میفهمیم خب جواب شما درست است جواب شما درست است حل بحث های بین مقامات دولتی دایر به صلاحیت آنها را سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان معین و تنظیم میکند ماده 89 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان فراموش نکنید ماده 89 صلاحیت سود کنستیتوسیونی یعنی که اگر فرض کردیم دو همسایه که بحث داشتند به سود ناحیه مراجعت میکنند اگر دو مقامات که بحث داشتند به سود کنستیتوسیونی مراجعت میکنند همین بحث عادی است فقط بین دو مقامات اگر دو شهروند عادی بحث داشته باشد به سود مراجعت میکند اگر دو مقامات که بحث داشته باشد به سود کنستیتوسیونی مراجعت میکند فقط یک کلمه که در اینجا خوش شده است یعنی که علاوه شده است این مقاماتی که دولتی که شد به سود کنستیتوسیونی خب شما شدون بس 4 سوالی ما به هر حال جواب گردانیدید شما رو تبریک میگم غالب بخش امروزینه سوال و جواب و خواهش میکنم ما مبلغ رو به کدام شماره موبیلیتون گذارونیم من همون شماره موبیلی رو به من فرستید شما در تاجیکستان قرار دارید اگر خطا نکنم حتما میفرستم خب شما در تاجیکستان قرار دارید بله خب با شما تبریک من بعد از برنامه انتظار میشم شما مبلغ رو بفرستید و من حتما که مبلغش خب مبلغ رو در شماره همون موبیلی تلفنتون میگذارونم یک سرود درخواست کنیم میشود چرانه مرحمت سرودی جوانی رفت رو از افضل شادی پخش نمیدید شادان حالا شما جوان هستید برای چی این سرود رو میخواهید گوش کنید این سرود اصلا برای ما نفرانی که سن سالمون گذشت برای نفران دیگر شنوندگان دیگر شاید که سن سالشون گذشت یاد از جوانی کنند برای چی ما از این سرود رو خواهش کردید برای من مشکلی نیست پخش میکنم لیکن میخوام نظر شما رو فهمم شما حالا جوان هستید من برای اون که سرود رو انتخاب کنم که مخلصی شدید افضل شاده باشم برای فقط دائما شعرهای مکسم خب شدون درخواست شما قبول شد حتما تشکر از اون که زنگ زدید غالب شدید تبریک خب به شما روزی خوش و سعادت رو تمنا دارم سلامت باشید شما هم سلامت باشید تشکر خب عزیزان دل این کس شادان بودند از شهر پنجکند ولایت سوخت زنگ می زدند اگر خطا نکنم از شهر پنجکند بودند بله چون این نفر چندین مرتبه در بخشو شرکت کردند بعضا غالب آمدند بعضا غالب نآمدند هر نوع بود خب مهربانو اگر صدای من رو میشنوی شادان امروز غالب برآمد اون شوخی که شما کردید اون هزل که شما کردید مبلغ 500 روبل به شما لازم بود امروز نصیب شادان بوده است خب در اینجا نامه های دیگر است ماهر شفیع نویسنده است شادان چقان درف جواب تیار کردند قنزن گفته است خب عزیزان دل در اینجا سرودهای درخواستی هست من غالبی بخش امروزینه سوال جواب رو شادان رو اعلان میکنم شادان غالب برآمدند و مکافات پولی رو حتما که شماره موبیلی تلفنشون رو میفرستند و من مبلغ رو در شماره موبیلی تلفنشون میگذارونم عزیزان دل در اینجا من یک سرود رو در اجرای فریدون خورشید پخش میکنم و بعدا سرود درخواستی شادان رو که سرود جوانی رفتی استاد افضل شادی رو درخواست کردند
آتیشو میتارم تا بگم زغم تو آش ببارم جای تو دل من خالی برم غیر تو یاری دیگر ندارم بیشرم شب و روز عزیزم عزیزم میسوزم عزیزم برایت میسوزم خب عزیزان چه گویم دوستان من